به امید روزی که این خبرها رو از زبان آقای حیاتی بشنویم. بفرمایید. قیمت انواع ارز به ویژه دلار و سکه در بازار تهران و سایر شهرهای ایران به شدت کاهش یافت و این روند همچنان ادامه دارد. همزمان قیمت مسکن نیز به شدت ارزان شد و در بازار مسکن خریداری نیست و همه فروشنده اند. تولید انواع خودرو در کشور به چند برابر رسید. به همین دلیل شرکت‌های بنز، BMW و کرایسلر سهامشان به شدت سقوط کرد. ریال ارزشمندترین واحد پول منطقه شد. هزاران مهاجر از کانادا، آمریکا و کشورهای دیگر برای اخذ ویزای ایران به سفارتخانه‌های کشورمان در کشورهای مختلف هجوم آوردند و صف‌های طولانی مقابل سفارتخانه‌ها تشکیل شده است. تهران پاکترین و منظمترین شهر جهان شد. ایران شادترین کشور جهان شناخت